امام جواد مانند دیگر ائمه معصومین برای ما مقتدا و نمونه است و علیرغم زندگی کوتاهی که داشت به جهاد با کفر و طغیان پرداخت. گوشه مهمی از جهاد همه جانبه اسلام رو در عمل خود پیاده کرده و در مقابل قدرت‌های منافق و ریاکار هوشیاری مردم رو برای مقابله با این قدرت‌ها برانگیخت. لذا در زمانی که دشمنی مانند مأمون عباسی چهره‌ای از قداست و طرفداری از اسلام برای خود آراسته بود و شناختن اون برای مردم مشکل بود، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام همت بر این گماشتند که این ماسک تزویر رو از چهره مأمون کنار بزنند و موفق شدند. همچنین آن حضرت اولین کسی بود که به طور علنی بحث آزاد را بنیانگذاری کرد. در محضر مأمون عباسی با علما و داعیه‌داران و مدعیان موجهان درباره دقیق ترین مسائل سخن گفت و استدلال کرد و برتری و حقانیت سخن خود رو ثابت کرد. از این رو باید دانست بحث آزاد در زمان ائمه خدا رایج بوده و میراث اسلامی ماست و در زمان امام جواد علیه السلام به وسیله اون امام بزرگوار با آن شکل نظیف انجام گرفته. بنابراین با سیر در رفتار عملی امام جواد علیه السلام میتوان به شیوه مبارزاتی و استدلالی ایشان پی برد و دریافت که طرز رفتار ایشان با تزویر و دفاع از حقانیت چگونه بوده است.